سلام، خیلی مخلصیم. خوش اومدین که دارین ویدئوی ما رو هم تو صفحه اول یوتیوب اون کوچولوی تو پروفایل هم خود ویدیو رو دارین میبینین. خیلی خیلی مخلصیم. دمتون گرم. ممنونم که هم به ما اضافه شدین به خانواده بزرگ رامسرهانی و باعث شدین خانواده بزرگ رامسرهانی به این اندازه برسه. هم خوش اومدین شمایی که جدید دارین ویدیوهای ما رو میبینین. ممنونیم ازتون که تا اینجای کار تا امروز همراه ما هستید، همراه ما بودید و قراره در آینده کارهای بزرگتر و بهتر و جامع‌تری رو انجام بدیم. آقا حسام هم این پشته. آقا حسام میدونی که ویدیو واسه اول یوتیوب همون صفحه اولی که قرار معرفی بشه. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. ایشالله هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین، لذت ببرید. این که داری این کانال ما رو میبینید، این کانال واقعا این کانال واقعا الان حدود 3-4 سال داره کار میکنه و خیلی فعالیتش هم خفن شده و خیلی دمتون گرم. بریم ببینیم چی می‌خواستیم بگیم. خیلی مخلصیم. اصلا قرار نیست تو این ویدیو من خبری از تاریخ بگم امروز چندم امسال چه سالیه. نه، این ویدیو یه ویدیو جامع و کلی واسه تمام دوستان زنبوردار، زنبور دوست و کسانی که میخوان توی این مسیر قدم بذارن و حتی کسانی که میخوان توی این مسیر پیشرفت کنن. داستان این ویدیو داستان آینده زنبورداریه. چرا میگم آینده زنبورداری و چرا الان داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم؟ چون اگه بخوام دقیق‌تر بگم فصل زنبورداری توی منطقه ما داره تموم میشه و انتهای کار رسیده. یعنی دوستان هر تجربه‌ای داشتن رو تو هر کاری که می‌خواستن رو تا الان با زنبوراشون انجام دادن. تجربه‌های کافی رو کسب کردن. آره. و دیگه چیزی دیگه این نمونده و مونده که کم کم کارشون رو کامل کنن و برسن واسه زمستون گذرونی. و قرار بوده ما یه سری ایده ها واسه دوستان داشته باشیم، یه سری کارها که اولین گزینش شناخت زنبورستان و نژادهاشونه. میخوای خواستم یه توضیح راجع به این موضوع بدی که امسال گذروندن و امسالی که گذروندن چه چیزایی باید دستگیرشون میشد واسه یه سال بعد؟ من میگم که مثلا امسال خب بالاخره الان حداقل 500 تا ویدیو تو این کانال هستش. 500 تا ما ویدیو گرفتیم، زنبورستانای زیادی رفتیم، همه جا رفتیم. بچه‌ها امسال باید درک میکردن که چه نژادی تو منطقهشون جواب میده و رفتار کدوم نژاد زنبور به نظر من تا اینجای کار رفتار کدوم نژاد زنبور. اونایی که تازه وارد شدن بچه‌ها برن ویدیوهای قبلی رو ببینن. این ویدیو زیاد براشون جالب نیست، فقط میتونن ببینن و ایده بگیرن. ولی اون بچهای قدیمی که با ما بودن الان باید برن دیگه متوجه، باید یادداشت کرده باشن. دقیقاً یادداشت کردن باشن، شماره گذاری کرده باشن کندهاشون رو. باید به یه رفتاری از طرف هم خودشون هم زنبوراشون رسیده باشن که بتونن راحت کار کنن با زنبورا. دیگه ما نمیتونیم بگیم ما کارنگاه خوبه، فس خوبه، زمستون بودنی شده اونجا دیگه. باید خودتون کم کم درک کرده باشید. دقیقاً از اینجای کار به بعد توضیح دادن راجع به این که ما چه نژادی خوبه فقط داریم سرفصل کتابو به شما میگیم. شما تا اون کتابو نخونی، تحلیلش نکنی، باهاش کار نکنی، متوجه قضیه نمیتونین بشین. شمایی که زنبور داری، شمایی که 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال زنبور داری، تا اینجای کار هر کاری که کردی تموم شده. واسه یه سال بعد شما دیگه نباید مشکلاتی که امسال داشتین رو داشته باشین. چرا؟ چون شما همه تجربیات نسبت به نژادها رو توی 1 سال میتونین تجربه کنین. سال بعد وظیفه شما یه زنبوردار اصلاح نژاد توی میخوای بری باش. اصلاح نژاد توی زنبورستان و تکامل زنبورستانشه. یعنی چی؟ یعنی که بیاد هر چی تجربه داره از امسالش رو بذاره روی برگه، بذاره روی یک دایره‌ای، ببینه و اصلاح کنه تمام ایراداتی که توی زنبورستانش بوده. این ایده کلی زنبورداری، ولی برای دوستانی که میخوان برای سال بعد حرفه‌ای تر زنبورداری کنن، یعنی صرفاً زنبورداری واسه شون یک فان، خوشگذرونی، تولید عسل و اینها نباشه، یعنی قرار باشه زنبور تولید کنن، قرار باشه ژل رویال، زهر، نمیدونم تولید ملکه‌های تلقیح مصنوعی، اصلاح نژاد و هزاران راه دیگه‌ای که زنبوردار میتونه با زنبورستانش انجام بده.
باید اولین نکته اصلاح نژاد، شناخت کامل زنبورستان و منطقه‌شو داشته باشه و شما باید توی زنبورستانتون اگر میخواین هزینه خارجی نکنین. هزینه خارجی یعنی چی؟ یعنی نرین زنبورهای متفاوت بخرین، قراره با زنبورهای خودتون یه اصلاح نژادی انجام بدین. باید همیشه حواستون باشه یک زنبورتون چه خصوصیات خوبی داره. من کاری ندارم نژاد زنبورتون چیه، حتی یه جایی میرسیم که نژادها هم فقط اسم میشن، مهم کاراییه. بیاین توی اول کار من میگم اصلا هزینه نکنین واسه خارجی و از زنبورستان هاتون، زنبورهاتون، کندوهاتون یک نژاد برتر اللحاظ کارایی، تولید جمعیت خوب، تولید عسل خوب، آرامش، مبارزه با آفات و بیماری ها و خیلی چیزهای دیگه بررسی بشه، انتخاب بشه و ازش تولید مثل بشه، یا تولید ژل بشه، یا تولید عسل بشه، یا تولید زنبورهای متفاوت بشه، یا تولید ملکه واسه سایر کندوهاتون بشه. پس چی شد؟ شما امسال هر چی کار کردین رو میذارین کنار، نتیجه کارتون رو باید در سالهای آینده گسترش بدید. نتیجه کارتون روی زنبورهای دیگه‌تون پیاده کنید، به خصوص دوستانی که میخوان برن سمت تولید ملکه و تولید کندو. حتما این اولین و اصلی ترین گزینه است. دوستان من خیلی از بچه‌ها رو دیدم، نمیدونم امکان داره ناراحت بشن یا امکان داره کمک باشه این جمله براشون یا براشون فرقی نکنه این حرفی که من الان میخوام بزنم. میبینم تصمیم میگیرن که به تولید ژل، تصمیم میگیرن به تولید ملکه، تصمیم میگیرن به تولید حالا هر گونه محصول زنبوری، با حرف کار انجام میدن. یعنی از اینکه حرفی میشنون که آقا فلان نژاد خوبه و میرن نژاد رو تهیه میکنن و بدون هیچ تجربه این کار رو انجام میدن. دوستان زنبورداری یعنی تجربه. تئوری 20% کاره، 80%ش تجربه است. شما تا وقتی که اون زنبور رو بررسی نکنید، از همه لحاظ، به خصوص دوستانی که میخوان ملکه تولید کنن، از همه لحاظ باید یک نژاد بررسی بشه. لحاظ سلامت در خروجی ها، حتی سلامت در خروجی ها، اندازه زنبور خروجی، نمیدونم میزان ژلدهی، مبارزه با کنه آفات بیماری ها، میزان ریزش در مواجهه با کنه ها آب بیماری ها، نمیدونم عسلدهی و خیلی چیزای دیگه، تولید نر جنس خوب. باید همه اینا پارامترها اندازه گیری بشه تا بشه ازش یک چیز خوب در آورد. شما نمیتونین با خریدن یک لاین کارتون رو شروع کنید. شما لاینی که میخرین نمیرین یه لاین 3 ساله بخرین، میرین یه لاین تلقیحی جوون میخرید و این جوون هیچ تستی نشده، هیچ آزمایشی نشده، صرفا یک سری فاکتورها رو توی برگه به شما میدن و شما فکر میکنین بر اساس این فاکتورها میشه این نسل رو ادامه داد، در صورتی که اینطور نیست. باید تجربه و از همه مهمتر تجربه و کار رو گفتیم، اجرای تجربه توی کار خیلی مهمه. یعنی اینکه پشت گوش نندازیم. داستان زنبورداری یک، به قول یکی از دوستان، یک ولشکن داره و این ولشکن منجر میتونه بشه که کل کارتون برای 1 سال خراب بشه یا حتی نتیجه دلخواهتون رو نتونست داشته باشید. پس من یکی از مهمترین گزینه‌ها توی بچه‌هایی که میخوان زنبوردار بشن، زنبورداری رو ادامه بدن یا زنبورداری رو پیشرفت بدن بهتون گفتم که این موارد مثل تجربه و کار، انتقال تجربه از سالهای بعد به سالهای بعدش، جزو گزینه‌هایی که توی همه رشته‌های زنبورداری مثل ملکه، عسل، ژل، تلقیح، همه اینها کارایی داره. دوستانی که میخوان وارد دنیای زنبورداری بشن، اولین گزینه‌شون اینه که خب من چجوری میتونم از این رو درآمد کسب کنم. دوستان در کسب درآمد بعد از تجربه است. یعنی شما اول کار باید به یه امنیتی تو این کار برسید. باید یک حد میزان از اطلاعات، تجربه رو داشته باشید، کم کم شناخت بازاره و به مرور جمع کردن یک، به قول دوستان، یک کامیونیتی، شما باید یک حالتی رو ایجاد کنید که شما رو بشناسن. توی این بازار امروزه نیاز به شناخت دارید. حالا میخواید به صورت سایت‌های اجتماعی باشه، صفحات اجتماعی باشه، مغازه بیرون باشه یا دوستان و آشنایان باشه. پس از اون سرعت رسیدن به خواستهاتون یه ذره کم کنید. سعی کنید بیشتر روی کیفیت کارتون تمرکز داشته باشید و سلامت کارتون و سعی کنید توی این رشته، توی این هنر، توی این صنعت همیشه به روز باشید. یعنی همیشه سعی کنید اطلاعات جدید، کارهای جدید، نترس بودن توی این کار
من با خیلی از دوستان میبینم هنوز ترس‌های 10 ساله و 15 ساله گذشته ها رو دارن و در مقابل امتحان کردن تجربیات جدید توی زنبورداری، مکمل‌های جدید، کارهای جدید مقاومت به خرج میدن و همین کار باعث میشه که خیلی از بازدهی‌هاشون بیاد پایین. سعی کنین شما یک ذره صنعتی‌تر و یک ذره علمی‌تر به این کار نگاه کنید و به نظر من بیشتر حرفایی که در مقابل آینده زنبورداری نیازه که شما بدونید و من بهتون گفتم. دوستانی که میخواین به صورت تخصصی‌تر تجربه کنین این کار رو، سعی کنید یک کار رو به صورت تخصصی اجرا کنید. اگر میخواین زنبورداریتون حرفه‌ای انجام بشه، به طور مثال اگر میخواین تولید ملکه انجام بدین، 100% رو بذارین روی تولید ملکه و تمام زیر و بم کار رو درست اجرا کنید. از اصلاح نژاد، از تلقیح بگیر، از شناختن نژادهای متفاوت، از کارایی نژادها به طور دقیق و 100% انجام بدید. دوستانی که میخوان برن ژل، همینطور توی تولید ژل یا تولید عسل یا تولید هر گونه محصولات زنبورداری، سعی کنید شاخه‌ها رو به صورت تکی و 100% اجرا کنید. سعی نکنید توی یه زنبورستان 30-40 تایی یا مثلا از 100 تایی همه کارها رو با هم انجام بدین. این کار شما نیست، این به درد این کار نمیخوره. این زنبورداری باعث میشه که پخش و پلا بشه انرژیتون و صرف چیزهای متفاوت بشه و از گمش کنید. چون هر کدوم از شاخه‌های زنبورداری خودش یک دنیای متفاوتی داره و ما وظیفمون بوده تا اینجای کار که بهتون زنبورداری مبتدی، ابتدایی و صفر رو تا زنبورداری سطح و تقریبا تخصصی بهتون آموزش بدیم و کار ما این بوده که بهتون این راهنمایی رو بکنیم که این راهشه، این روششه، این شاخه هاشه و شما خودتونین که میتونین انتخاب کنید کدوم شاخه رو و کدوم روش رو انتخاب کنید. به نظر من بهترین گزینه توی مبحث زنبورداری اینه که تک شاخه‌ای برید جلو، نخواید همه کارها رو با هم انجام بدید. سعی کنید توی کار حرفه‌ای بشید، استاد بشید و 100تون رو بذارید واسه اون کار. و زنبورداری کاری نیستش که به تفریح به اون صورت حساب کنید که مثلا هفته یک بار بهش سر بزنید. یا فعلا هستش دیگه، خیلی از دوستان میدم هست یه گوشه افتاده، من هفته 2 بار میرم بهش سر میزنم. این کار واسه زنبورداری نیست. زنبورداری یک هنر، یک صنعت و یک شغل کامل و 100% و نیاز به انرژی، تمرکز و خودتون به صورت 100% داره. پس اگر میخواین قدم توی این راه بذارید، حتما کامل در موردش فکر کنید، در مورد شرایطتون فکر کنید، در مورد نوع زندگیتون، محیطتون، کارهایی که میتونید انجام بدید کامل فکر کنید، سپس قدم توی این راه بگذارید. اگر که صرفاً جهت فان هست، به سمت کارهای تخصصی ترش نرید. اگر میخواین واقعا حرفه‌ای کار کنید، میتونید قدم بذارید. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. امیدوارم که این ویدیو به دوستان کمک کرده باشه که مسیر درست رو توی این راه انتخاب کنن و حتما این ویدیو رو واسه تمام کسایی که دوست دارن و دنبال اینن که زنبورداری رو یاد بگیرن، دنبال اینن که یه ایده زنبورداری جدید داشته باشن، حتما این ویدیو رو واسش بفرستین. حتما یه کامنت خوشگل هم واسمون بذارین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم.